بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الكرام، امروز سنمو ماه رجب 28 گذشت. انشاءالله ماه مبارک ماه رمضان با یا ماه دیگر ماه شعبان مساس ماه رجب ماه الله سبحانه ماه شعبان ماه پیامبرها ماه رمضان ماه امت سبحانه. یعنی این ماهان را توبه کردن لازم. اللهم نگشتگی وقت هاش ولی همین ابن زنگی صحبت مایا انشاءالله درباره توبه میکنیم. یعنی انسان مومن انسان کدام حالنده باشد اگری همه حالش توبه حساب میشه. در همین موضوع انشاءالله صحبت کردن حرکت میکنیم. پیامبر خدا خبر میاد که این رسول خدا صحابی بیمار حالت مرض الموت انده هیچ خودش ذکر نکنه سوز یک میبینید میگفته خبر اومد رسول خدا البته دیگه رفتن طرف سرش بشتنو سرش ذکر کرده عدسش خطوده کسایی گفتن. یعنی حیث تو سه گفتن جواب دادن که رسول خدا مننده هم خوف های هم امید های. امید هم زورتر امید هم بلندتر که الله منا ایمان داد ایمان هم با امید هم های انشاءالله. لیکن خوف هم های خوف هم های که ما کردگی خطاها ممکن توبهش قبول نشده موندگی می از همون خطاهای کردگم به افسوسم دیم. بعد خطاها همون خطاهای کردگم به توبه کردگم هم که سمان نحیدو همون توبه ما الله قبول کرد نکرد می همین چیز منا خوف انداخت لرزه انداخت. خدا ما همین چیز کتی به همین سبب خدا ما ذکر نتوسیم کننده رسول الله که خرسان شد. الله اگر یک مندش با هم خوف تیاد هم امید تیاد داری دیمه با انسان الله با نغزی بسابش با اشاره بدست. خطاهای کردگم و اسم و عمل وقتنده عذاب الله ما حلاوت نتیاد داری این نغزی بدست. همون توبه ما قبول با بنفسابش با اشاره بدست. عکس این شدن از عکس این برفتن الله نگه دارد. همه خطا کردم و خدا می بخششم نی خدا بخشیدنش پرسیدن من ناموس میکنم گفته بعض همین معلوم ده از سخن گفتن خدا احتیاط نکرد که یلانه خطا کرده افسوس نکردگی خطا کرده استغفار نگفتگی امت با تا روز قیامت دشمنش اظهار کردگی یگانه همون شیطان میشه. خلاص شیطان الله آدم علیه السلام با تعظیم کن گفت فرمود تعظیم نکرد و همین تعظیم نکردنش خودش با فخر دانست. این الله از خاک از لای خلق کرده باشد من از علاب خلق کرده باشد نخواد که اصل من حرمتش نباشد نخواد که من از این از خاک خلق شدگی چیز من هسته شماره ایما من تعظیم نمیکنم گفت. تعظیم نکردنش گناه بودنش میدانستو لیکن بربر تعظیم میکرد. ثانی از الله
همین چیزا نپرسید نامیشد که گفته خدا نکردم و من نبخشم نگفت من نبخشم بنده گتی شیطان فرقش همین که یک قدم طرف الله با قدم موندن اما همون الله موی بخش سوگش با اشاره سوگش است برای همین هیچ وقت آشکاری و مخفی مونده برفتگی خطاهای پیشکش داشته پیش ما آورده این اخلا نبخشد این برای ازام میتونه گفتگی سخن آورده نکن این چیز خطا سوگش شد این به الله میگه که قرآن کریم اندر استعوذ بالله سوره زمر الجزء آیات قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ای محمد بنده ها بیاموزید یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم نفس خداوندان با ظلم کردگی بنده ها و الله لا تقنطوا من رحمت الله از رحمت خدا ناامید نشید نه همون نفس ما ظلم کردگی ما همون خطا کردگی ما گناه کردگی ما اعضاء ما با مشقت با ظلم کردی شکست رسوندن ما این هم اعضاء ما و هم ایمان ما ظلم سام مشدد ای ظلم کردگی ها از رحمت خدا ناامید نشید الله ان الله یغفر الذنوب جميعا الله همه گناه ها ببخشد و انسان من اگر گناه کردم من نمیبخشم نگفتن نکن اصلا تکو حدیث رسول الله خیر العباد خطاؤون و خیر الخطاؤون توابون بنده های نازش خطا میکند لیکن بعد خطا کردنش توبه میکند یعنی همون توبه ما در نزد الله بدگی ما الله ما نظر میکردگی عمل سبش است برای همین هیچ وقت هیچ انسان خودش از سبب یبون خطا الله نمیبخشد گفتگی گمان بد نرود و آیت کو الله رحمش یعنی ملایمش 100 قسم تقسیم کرده غفور الرحیم هم رحیمش 100 قسم تقسیم کرده از 100 یکش روی زمین موندگی از 100 یکی رحم دلی کتی انسان ها مابین یادگیرشنده حیوان ها مابین یادگیرشنده رحم شفقت میکند روی زمانگی از اولین تا آخرین انسان ترسدگی رحم شفقتش ملایمش همش در نزد الله از 100 یکی رحیمش ملایمش سوی اشارش می‌رسد موندگی 99 تاشه الله رزق آمد فقط بنده های گناهکار به بهتر مونده کو برای همین ناامید نشان نکن الله ما به شخصان هدایت داد الله ما 55 سجده و نصیب کرد الله ما به همین سالمانده بزرگ نصیب کرد ببین کو الله نصیب کرده است کو بستانده باشدم نصیب نکرده برفتگی انسان به نسبتاً 70 باشدم یک توبه نصیب کرده انسان همون توبهش موندگی شاید که خطاهاش پوشد لیکن توبست نمی عرضه که عمر دیده به توبه برفتن از ویا به عمری خطای و عصیان و صوابکتی عرش بوده باشد هم به توبه رفتگی عمر در نزد الله بلندتر نمی چونکه وای خطای هم کرد توبه هم کرد این عمر کم دید و خطا کرد و توبه نکرد برای همین الله اولا توبه نصیب کند توبه نصیب کند شد توبه نصیب نکردنش الله خشم ندارد
ابو ذر غفاری الله عنه شود همین خیلی پیغمبر خدا مهرشان سخت بود که از اهل صوفه یعنی امر رفتگاه میدونن امون وینده پشت خانه پیغمبر موندن قریب 100 جا علاوه جلو که موندگی همونجا یک تن صحابه ظهور شدن از دنیا خود را کنده برای خدمت اسلام و برای خدمت رسول خدا هاشون فدا کرده حولی پیغمبر خدا زندگی میکردن همون صوفان ده همون یک چادر هم نبودگی یک صوفان ده زندگی میکردن همون اهل صوفه یک تاشان ابو ذر غفاری باشه نگری همون کس همین خیلی تقواشان مستحکم بود که از رسول خدا پرسان نگری حوایی با عملش یکم جای موندن رسول خدا گفتن که ای ابو ذر میدونم الله سے میگوید این حدیث قدسی با واسطه جبرائیل علیه السلام آمده پیغمبر خدا با ای نبی یا که ای رسول ای محمد صلی الله علیه وسلم گفته همون جبرائیل علیه السلام آمده نظام کردن دیگه میدونید می الله سے میخواهد میدونید می الله سے میگوید گفته همون حدیث همون گفته می آورده الله میگفت که ای بنده ظلم من حرام کردم برای خدا و برای شما هم حرام کردم موبایلتون دا ظلم نکنید ای بندم این الله گفت پیغمبر خدا و پیغمبر خدا حضرت ابوذر مسیح هدایت من خودم به خاص کردم از من فقط از من هدایت پرسان کسی که از من هدایت پرسد و انسان هدایت می‌یابد اگر کسی که از من از بیرون هدایت پرسد راهی توری نمی‌یابد گفته پیغمبر خدا از نام الله اساسی بازم گفت ای بندم من شب و روز کردگی خطا از خطاات با خبرم لیکن مغفرت ما فراموش نکنم برای مغفرتم شما و رسیدنش شما توبه کردن میفته است برای همین اگر الله توبه رسیدن دارید انشاءالله فایده ما ابراهیم ادهم یعنی نمخشن ابو اسحاق ده ابراهیم ادهم نمشون کتی سوی عالمی اسلام با همون صاحب توبه همون از راهشون گشتگیشون با عالمی مسلمان با سوی نمونه انسان ابراهیم ادهم بودگری همون الله قلبان یافتگی انسان ها سوی پیشنهاد میشه ابراهیم ادهم امروز اشتدن که یک انسان آمده که عادتا پیش اهل علم انسان ها آمده دلش میگوید خودش اصلاح کردن با حرکت میکند مومن انسان هم خواهش اصلاح میکردگی باید یک تا میخیر سردوشه شرش نکرد یک تا اهل علم با خودش شاگرد تبرکن خواهش های انسان شاگرد صاف کرده از همه خیر انسان ها برابر به اصلاح نمیشه همین خودش با گتاش نکرد انسان ها پیشوا کرده ابراهیم ادهم پیش ما آمده بود که الله شما مبارک کند همین منزل برسید یعنی از چه حال تو حالت اولیاگی رسیدگی انسان ده شما نفس خودتون تربیت کردید خودتون اصلاح کردید من با ابن چیز میگه که نفسم تربیت کنم نفسم به زورم نرساست خطا کرده شده سونی بده خطا کردن همون خطای سونی هیچ کسایم سونی توبه کسایمو لیکن همون به توبه حیات من با یوتید یعنی الله با برای کشاد رام خطاری آسمان دارم من با ایوانجیس تربیایی دوی دیدنده ابراهیم ادهم گفتن که راه نزدیکش گفت
این خط کم میتونی. من تو رو 5 تا چیز وصیت میکنم. از خطا کردن پیش همون 5 تا چیز تکرار کن، انشاءالله تو نفست سوی خم میتونی، نفست دست بگیرت میتونی. یکمش خطا میکرده باشی، از خطا کردن پیش از رزق الله نخور. یعنی خدای نعمتش نخور گفتم. من اینجا میدونم من کی خطا میکنم. ما یه چیز خودمونم که فهمیده تو همون رزق از تنت برآمده براتر خطا نکرده است. یکم شده همنا پشیمون. اینا من نمیدونم که گفته بوده چه کرده تو به رسالت انسان هم از دستش رزق خریو بازم مای با اسیان کنی. این چیز برای تو همین کار تو میگفتم میکنم تو دیگه که هر وقتی که تو بر خطا و کارا یادگیری من رزق صاحب خطای خودمو گفتش نکنم در نظرش چه میشم گفته قبل سوال ده یکم به هم میگردی. خب اینم کار نتیجه. اگر اینم کار نتیجه وقتی که تو خطا میکنی از خطا کردنت پیش از ملک الله برآمده سن خطا کن. این روی زمین ملک خدا باشه. من ملک خدا برآمده نمیتونم و گفته جواب بدم واسه ملک الله هم دسته بازم همون کسب استیان کردن خطا کردن خزم نمی همون خبر سوال تکفته افتاد. این هم میگن سوال مغز گفت. این هم قبول کردم. این کتی هم داشته نشست که این کتی هم خدمه داشته نتونم که نوشد سیمش خطا میکرده باشی الله نمیده اون جایی گفت. باز هم جواب داد که الله نمیده جو نیست. در ملک خدا باشی رزق خدای خدا بازم در چشم نظر هوای خطا کردن این قضا نمی اینا خرد به سوال ده همه نمیگرده افتاد. توریو ابراهیم ادهم نفسم مبادا اینم دم اصلاح نتونم چی سیوم پیشکشم آورده این کتیم خدا ما اصلاح نتونم سه بشد افتادیم ده این خیر باشه خطا کردم در حضرت عزرائیل جونت بوده تمام مدل وقتنده ما با کمکت فرصت یک روز توبه کرده گرم گفت کدام انسان با حضرت جبرائیل خبر ده بگیم کدام انسان ذره لحظه عمر فرصت میتوند مهلت فرصت میتوند لوش نیفتادیم ده این خیلی باشد گناه نکنده ایفتان. از اینم نفسم زوره کرده این سوال بام امیدی توبه کتی بازم خطا میکنه باشم سه کلم افتادیم ده پنجمشم میگم بعد این دیگه چی نیست. زبانیه ها این زبانیه دوزخ و انسان های میبردگی جسمانان از انسان 100 برابر قوتناک همون فرشته های زبانه یعنی انسان تو دوزخ دیگر که میبردگی همون فرشته های مش زبانیه ده زبانیه اومده وقتنده من با تو نمیدم گفته خرشی کن گفتم ای ابراهیم من 100 برابر به قوت انسان من یه طرف نداره من چه خرشی میکنم گفته اگر خرشی کنه نتونی دیما گناه نکن گفتم. یعنی الان 5 چیزی که حرکت کردم رساندم دا هر سفر خطا کردم وقت مونده هر سفر
غیبت اصلا وقت مونده، هر سفر تلفن مونده نامحرم کتی سخن کسا وقت مونده، هر سفر ملکی کسا خوصا وقت مونده، هر سفر یک خطوه دسته وقت مونده. همین چیز یک کسی ما بیرون نبری، شاید که الله مولا قلب مولا ترس داده از همین چیز گرداند. روش های فقط توکل پرشان نکن. حالا بردوار بعد تکیه پرشان نکن ده تکیه پرشان انشاءالله میشه. آخر وقتانده موبایل فرزندان دا خودبینی بسیار است. همون خودبینی من بشرش شد من فایدم یعنی چه باشد من بشرش شد یا که ضرر باشدم من به ضرر نرسد شد. همین خیلی علت بسیار است. الله این صفتی منافقان دا صفتی دشمن اسلام را آورده. برای همین مومن انسان خودبین نمیشه. خودش اوی کرده دیگه این انسان هم ضررش روز نمیشه. خودش با صد فایده و دوستش با یک زیان آمده وقتنده عظمیت بزرگی طلع کرده من از بحر صد فایده برآمدم بیا دوستم ضرر نبیند میگوید. اسلام همین چیز نمیتید. اسلام دا همین چیز هایی که جمعیت رواج افتاد است. همین چیز هایی که مسلمان ها عزیز میشن. همین چیز شود مسلمان ها بقوت میشن. خودبینی شود. یک فایده ما صد فایده ما یک فایده ما یک ضرری دوست ما بلندتر برای ما شود داری اون مسلمان انسان جمعیت مسلمان ها ناز آورده. صدش هم هزار فایده مایم یک زیان مسلمان و نرواد انشاءالله توسط میشه. الان خیلی قلب احترام دکار اصلش دیگه انسان های برای ضرر نرسوندن خدا مایا احتیاط کردن دکار. ثانیه آیت الله میگه که استعوذ بالله الرجال قوامون علی النساء. نه ما مردهایم از زنها به قوت تر کرده خلق کردن گفت. طبیعی زنها در قوت نکتر هم گفت. از این کی چه میفهمد؟ زن به زور نه. از زنها به قوت تر هم بوده گفته که چیست؟ یک انسان یک کار بگرد باشد تو است بخواتری تو کن بگود بخواتر بر تو نبردار فلانچو بردارد تو قفاتر بایست فلانچی پیشتر بایست کرد چه بر این بخواتر بگیمی؟ الله برای زن حمایش برای زن تربیهش برای زن احتیاجش خانه کردن مردها از زنها بقوت گفته برای زدن نه برای خور کردن نه برای ظلم کردن نه برای حمایت کردن کو. اسلام این آیتنده این قرآن الله این آیتنده اسلامنده مسلمان ها زنها و حمایتی گفت زنها و غمخور گفتو نخواد که بعض خودهایی که گوشتگیر همون حالنده با همون حالم ما خدا همه مسلمان حساب کنیم. خدا ما ایوان زنها چخل معامله کسیم ما زنها چخل استفاده بسیم خدا ما ایوان. الله این آیتش خود بی جامع الشریش و اشاره نمی همه مصیبت ها و همه مشقت ها و زن پیشکشگری انسان روز قیامت من توی مرد شما رو دم گوته داری نیمان من نبودم من نومر بودم ببین افسوس. برای همین در نزد الله ازگی تقوا ما شده اشتر کن
یازگی آدابی هم شانش دکار. به آدابی هیچ وقت هیچ کس را منفعت ندادگی. علامه زمان بودگی انسان هایم از سبب به آدابیش از شهر سوی و به کوهزار با سونی نماش بوده قرآن گفته. اصلاش اسلام هم بودگی. اسلام هم در رانده درباه بودگی. همین خیلی رانده شهر شدگی. که هم در یک عمر زندگی کردن با مجبورا حکم شدگی یکی از علم های همون این صورت ترخشن دارم برای ابراهیم امام بخاری رحمه الله کتابشان صحیح بخاری و از 100 زیاده شرح نوشته شدگی همون یک تا شرح نوشته انسان ابو محمد دبستانی گفتگی انسان بودگی در خودشان این علامه در بودگی یگانه کمچیکشان بیاداب بودگی خشان الله و انسان با همه خیلی بیادابی بودگی و بیادابیشان سببش به استاذ نمیخوندگی این ایوان دست استاذ نخبودگی همون کس با قاضی همون شهر حکم میدهد از این رو سر کرده ابو محمد دبستانی صاحب شرح امام بخاری شهرنده زنده کردنش حرام انسان ها کتی معامله کردنش حرام با انسان ها کتی رفتار کردنش حرام قاضی حکم کرد دیتا میشه از شهر براده کافتن همون حدود چند کمیتی هست از همون حدود سون ابران مبادا برادگری خپت در میزند با هم دراده مونند خود حاضرت قوار بوینده برافت شهر علامه هاش منم اهل علمم کو منش نویتان حقش نویتان گفتگینده همون علامه ها جواب دادن که تو به آدابه تو به استاذت اسلام آبار نکن تو به آدابه تو به استاذت تو خورق نداری تو به اسلام با کشال نشد لام دفشا جمعیت خالمون افتاد دیما به استاذ انسان به آداب انسان انا میخیر دورهام دا و انا میخیر با مشقت نو تمغدتی مرشدگی تا روز قیامت آن انسان ها عبرتاً برای جمعیت گفته میشه به آداب نشد به استاذ علم نخوان الا همین خیر امام بخاری کتابشون با شرح نویسیم یک روز رد مرکه شده و جمعیت زندگی کردن حرام گفتگی تمغه ازده شدن آگاه شب گفته میشه افسوس که همین خیلی جمعیت نازندن همین خیلی به آداب انسان ها پیدا میشه اون به آداب انسان ها همین چیز عبرتانه رسان سلیم خلاص نکه بیاد الله هدایت نخمش میشه نشما دگری هیچ نمیشه است الله خوش نگه دارد یک چیز التماس دارد توی علم ها دیا علم ها التماس انسانیت از زبان نگه دارد رسول مابین انسانیت انده کسل جگر کسل نسل کسل ذهن رک بسر سوز اینا سیت یک اسیت ای خدمویا دور نگری نسل مویا جشن میاد رکم نمیشم ذهن مویا جشن میاد همون سیت علت رسانتان التماس افتا اكيد امانات اولهم ورثت بتم چون هم میرسونن تون عمل کن تو رغم نمیشتون نتاتون توبیتن ذهنتون ناز میشه کلام خدا قلبتون مجو میشه هست همون وبا یکمش تلفن بس یا شاید
تلفن استفاده بوده نشده است. تا بلاغت دست بچه و تلفن دادگی انسان داند که ذهن بچه‌ش کیساست. راضی باشد و ندارد. و باید از حیوان فرق میکردگی فرزند شکلش نمش شد باشدگی بچه به تلفن کلام کند. دیگه‌مش فرزندهای با 5 پیس کلام کنند. 5 پیس مقصدش نسل بکدنده. افسوس جای گواره و 5 پیس رو اومد. فرزند خواه دختر خواه پسر نسل خوش کردن و همه سر بود است. سیمش وزن ترش رک و دیگر کسل میکردگی همون تمام مانده تمام خوش دستور ما دراجه بود است. دراجه رک و دیگر سیرازش میکردگی کسلی پیشگیر شده است. همه چیز پیش استفاده نمی‌کردن کو اکثر استفاده نمی‌کردن کو اکنون جاهای جمعیتان نه برای همون نونخ شباندن استفاده برام و کم می‌خرید لیکن عادتی دسترخوان ما گفتن نباتایی می‌داری یافتگی ما فقط دکتر جگر میو فقط دکتر را استفاده بردی خدا نگهدارد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. پروردگارا سید العیوم دعا میکنیم اولو توبه میکنیم توبه هم قبول کنیم. پروردگارا پنهان و اشکار مخفی و معلوم خطاهم های پروردگارا با این خطا روز قیامت تو رو پرش دادن مسلم کنیم. پروردگارا مغفرت کنی از چشم انسان ها تان پناه کنی در نزد خاطر محو کنی. پروردگارا دیگه نیت های مقصد ما های پروردگارا خالصانه و خیر مقصد و نیت ها احسان ها کرده پروردگارا قبول درگاه کنی. و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.